در این کلیپ می‌خوایم در مورد کسب درآمد دلاری به صورت آنلاین در حوزه ارزهای دیجیتال با هم صحبت. میگه هزاران سال پیش مبادله کالا به کالا بود تا اینکه پول اختراع شد. پول کاغذی متمرکزه، یعنی اینکه در کنترل دولت و بانک‌ها و اداره مالیات. اطلاعات کاربران توی سرورهای مرکزی ذخیره‌اند و این اصلا به نفع کاربران نیست. سال 2008 سیستم غیر متمرکز به وجود اومد. اطلاعات به صورت بلاکچین تو کل اینترنت ذخیره است و در اختیار هیچ فرد یا سازمانی نیست. بلاکچین یک روش جدیدی است برای رمزنگاری. ارزهای دیجیتال بر مبنای بلاکچین به وجود اومدن و اطلاعات توی کل اینترنت پخشه. هر کاربر خودش میشه یه سرور. کاربر بیشتر میشه غیر متمرکزتر، میشه امنیت و ارزش بسیار بالاتر. پس دنیای ارزهای دیجیتال که بر بستر بلاکچین و دنیای غیر متمرکزه نیاز به این داره که هر روز گسترش پیدا بکنه. اگه یه کاربر یعنی یه سرور، پس دوست داره که هر روز کاربراش بیشتر و بیشتر و بیشتر بشن. یه باشگاهی وجود داره به نام باشگاه اسمارت بایننس پرو. میگه بایننسی بشید و دیگران رو بایننسی کنید. بایننس رو دیگران معرفی بکنید. بایننس چیه؟ بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال دنیاست و سومین ارز و بلاکچین بزرگ دنیا رو داره به نام BNB و دلش میخواد از اینی که هست بزرگتر بشه. یه چیزی در دنیا اختراع شده به نام قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت. میگه علاوه بر اینکه بیت کوین غیر متمرکزه و ارزهای دیجیتال غیر متمرکزن، پروژه ها رو هم میشه غیر متمرکز کرد. خب از چی میترسیم؟ از اینکه یک انسانی پشت یک سایتی پول مردم رو بگیره. خب اون انسان از روی پشت سایت ور میداریم. پروژه ها به صورت اتوماتیک انجام بشن. پروژه های غیر متمرکز در کنارش دیفای دارن. دیفای یعنی دیسنترالایزد فایننس، یعنی امور مالی غیر متمرکز. ما در حال حاضر توی دنیا سپرده‌گذاری غیر متمرکز داریم، صرافی غیر متمرکز داریم، وامدهی غیر متمرکز داریم و ده‌ها چیز غیر متمرکز داریم که همشون توی گروه دیفای ها و اسمارت کانترکت ها قرار دارن که به راحتی مردم میتونن توش کار بکنن بدون که اصلا نگران امنیتش باشن. حالا پس میشه توی اسمارت بایننس پرو کار کرد. چیکار کنیم؟ به اندازه $100 ارز بایننس بخرید برای رجیستر و ثبت نام. به دیگران بگید این کارو بکنن. خب این پولا کجا میره؟ نکته مهم، 100% مبالغ رجیستر و ثبت نام و کل این $100 ها هر یک ساعت به عنوان پاداش به کاربران پرداخت میشه. حتی یک نفر خارج از این پروژه هیچ پولی بهش نمیرسه. این یک پروژه 100% کاربر محوره که خروجیش 100% و مالکینش خود کاربران هستن. از اونجایی که 100% غیر متمرکزه، پس بدون دخالت انسانه، بدون ادمین یا مدیر عامل، بدون تاریخ انقضا یا توقفه و بدون وبسایته. یعنی روی خود سایت جهانی بلاکچین بایننس داره انجام میشه و از این بالاتر دیگه ما امنیت نداریم. خب این $100 چطور تقسیم میشه؟ 90% و $90 میره به قسمت توسعه دهندگان، اونهایی که افراد جدید رو معرفی میکنن و این باشگاه رو بزرگ میکنن و توسعه میدن. 5% به قسمت اسمارت گیفت یا همون قرعه کشی میره و $5 میره به قسمت ریوارد کلیک. نکته مهم اینه از اونجایی که اینجا هیچ فردی پشت سیستم وجود نداره، حتی دکمه پرداخت پاداش رو خود کاربران میزنن و برای این هم پاداشی در نظر گرفته شده. خب چطور میتونیم از قسمت 90% و توسعه دهندگی پول در بیاریم؟ میگه شما میتونید 2 نفر رو به این سیستم معرفی کنید، 1 نفر چپ و 1 نفر راست. هر 1 نفر چپ و 1 نفر راست یک تعادل برای شما حساب میشه. ارزش تعادل چطور حساب میشه؟ 90% کانترکت تقسیم بر کل تعادل هایی که اون لحظه توی کل دنیا اتفاق افتاده میشه و ارزش یک تعادل معلوم میشه و به همه کاربران پرداخت میشه به همین راحتی. شما 2 نفر رو معرفی میکنید به صورت مستقیم. اما نکته مهم، اونها هم میخوان مثل شما کار بکنن. اونها هم افراد بعدی رو معرفی میکنن و شما از اون افراد هم باز دوباره پاداش میگیرید. شما تا بی نهایت کاربر پاداش میگیرید. اما از اونجایی که این سیستم باید دوام داشته باشه و فقط بالایی پورسانت نگیرن، چون دیر یا زود مجموعتون بزرگ میشه، به پایینیان برسه، قانونی وجود داره به نام سقف درآمد که مازاد بر اون سرریز میشه و به پایینیان میرسه و این روند تا بی نهایت ادامه داره و این سیستم هیچ وقت به معکوس نمیتونه بخوره. میگه در هر 1 ساعت شما 5 تا پورسانت میتونید بگیرید. خب میشه روزی 120 تا. اگر اینو ضرب در 25 بکنیم میشه روزانه $3000 که میشه ماهانه $90000، ماهی 5 میلیارد تومان. یه پیش بینی درآمد با هم داشته باشیم. اگر روزی 1 ثبت نام در سمت چپ و 1 ثبت نام در سمت راستتون انجام بشه، شما 1,500,000 تومان در روز که تقریبا میشه 50 میلیون تومان در ماه درآمد دارید. حالا اگر این خریدها 3 امتیازی باشه، شما ماهانه 150 میلیون تومان درآمد دارید. این کاری که میتونید به راحتی کمتر 3 ماه بهش برسید. پس اگر اینو ضرب در 10 بکنیم میشه 1.5 میلیارد در ماه، کافیه 10 نفر چپ و راست خرید بزنن. اما پروژه وجود داره به نام اسمارت بانک و ارز SBT
10% درآمد لیدرهایی که تعادلشون بالای 100 شده مادام العمر به پشتوانه یک توکنی به نام SPT اضافه میشه. و تمام کاربرانی که توی اسمارت بایننس ثبت نام میکنن 300 واحد از این توکن بهشون داده میشه. پس اینجا از بالایی‌ها پول میگیره، به پایینی‌ها میده. توی پروژه اسمارت بانک شما میتونید خرید و فروش ارز SPT رو داشته باشید، سپرده‌گذاری و استیک داشته باشید، صرافی غیر متمرکز دارید و اونجا میتونید با اون 300 واحدی که روز اول گرفتید هزاران دلار سود کنید. پس اگر یکی اومد گفت اگر من شبکه نسازم چه اتفاقی برام میفته؟ شما میتونید از قسمت گیفت که بهتون گفتم تا 90 دلار کسب کنید و از قسمت اسمارت بانک هزاران دلار میتونید کسب کنید. البته این به این معنی نیست که شما شبکه نسازید. این به این معنی که اگر تلاشتون رو کردید و نشد که شبکه بسازید، نگران مبلغ اولیتون اصلا نباشید. دوستان عزیز، اومدیم که توی سایت دیفای قرارداد A24 رو بررسی کنیم، ببینیم قرارداد امنی هست یا نه. سایت دیفا یکی از سایت های مرجعی که میتونیم کانترکت ها رو توش بررسی کنیم. وقتی وارد سایت شدید صفحه رو بکشید بالا، توی قسمت شیلد قسمت اسکن اسمارت کانترکت ها رو بزنید. توی اینجا توی قسمت سرچش آدرس قرارداد A24 رو کپی میکنیم. قرارداد اسمارت بایننس پرو تری برام میاره، امتیاز 69 داده، یه دونه خطا داده و 13 تا آیتم مثبت. اینو ترجمه کنید. بله، برام میزنه نرخ ابطال، قرارداد با لغو بیش از حد روبرو میشود که نگرانی های در مورد عملکرد ایجاد میکند. این به خاطر، اگر این رو برید توی تراکنش ها ببینید، به خاطر اون ارورهای قرمزی که داره، حالا یا برای گیفت هاست یا برای ریجستر یا ریوارد که دلیلش رو هممون میدونیم، یا قرعه کشی رو اشتباه زدیم یا ریجستر رو حالا درست انجام ندادیم، اینترنت ضعیف بوده، BNB نداشتیم یا ریوارد یه نفر زده، این خطا رو داده به خاطر اونها. و کلی تاییدیه های خوب که الان داریم میبینیم، هیچ قفلی شناسایی نشد، قرارداد قابل ارتقا نیست، محدودیتی وجود ندارد، مالکیت قابل بازیابی نیست و تمام این تاییدیه هایی که وجود داره. اما یک قسمت جذابی هم دارد به اسم حکومت داری. توی حکومت داری نوشته که هیچ الگوی کنترل دسترسی شناسایی نشده است که نشان میدهد قرارداد فاقد نقش‌های ممتاز است و به صورت غیر متمرکز عمل می‌کنه. یعنی قرارداد کاملا غیر متمرکز داره انجام میشه و کار میکنه.